اگه شیر خراب بشه به ماست تبدیل میشه و ماست از خود شیر با ارزش تره. اگه بیشتر خراب بشه به پنیر تبدیل میشه که از ماست و شیر ارزش بیشتری داره. اگه یه آشپز شکر رو به اشتباه بسوزونه، شکر تبدیل به کارامل میشه و اگه کارامل پخته بشه تبدیل به تافی میشه و تافی از جفتشون ارزشمندتره. شکست ها تجربه هایی به وجود میارن که تو رو با ارزشتر میکنن. آلبرت انیشتین در مدرسه مشکل داشت اما فیزیک رو متحول کرد. الکساندر فلمینگ پنیسیلین رو سر یه اشتباه کشف کرد. نذار شکست ها تو رو متوقف کنن. این تمرین مداوم نیست که باعث عالی شدن چیزی میشه. این یادگیری از اشتباهاته که ما رو به عالی بودن نزدیک میکنه. در صفحه ما محتوایی هست که کمکت میکنه هر روز 1% بهتر بشی. بهمون ملحق شو. لایکی